استاد سوال داشتم درباره همین شرک اکبر و اصغر. مثلا درسایتون ما گوش کردیم اما بازم این سوالم در ذهنم جواب پیدا نکردیم. مثلا یک نفر تعویض بسته میکنه یا مثلا قسم به غیر الله میخوره، اینا میخواستم بفهم که همین شرک اکبر است یا اصغر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز، شرک هست، شرک ضد توحید است. شرک یکی اکبر است یکی اصغر، مثل خود گفتینه. شرک اکبر اینه که وقت انسان اگر او شرک میکنه ای از اسلام میبرایه، از اسلام میبرایه و این تقریبا 5-6 قسم است شرک اکبر. و شرک اصغر چی است؟ شرک اصغر این است که اگر انسان او شرک میکنه اما عملش باطل میشه اما از دایره اسلام خارج نمیشه، یعنی گناه کلان کرده. خب شرک اکبر چی نمیگه؟ مثلا اگر فرد در ذات الله کسی شریک میره، در ذات الله، مثل که مثلا نصرانی ها میگن که عیسی مسیح که است میگن ای son of God است، بچه خداست. بنابراین این شرک اکبر میگن. کسی برای الله متعال بچه بگویه یا بگه دختر داره یا سکرتر داره یا رئیس دفتر داره، مستقیما گپ مرا شنیده نمیتونه، ما باید پیش از این بود برم بازی بود امی گپ مرا برازو برسانه. پس اینی بچه گفتن یا دختر گفتن یا سکرتر دادن برای الله متعال این شرک اکبر است. انسان از دین میکشه. این در ذاتش است. یا در صفات الله هست. یک نفر در صفات الله شرک میره. در صفات الله چه قسم شرک میره؟ مثلا یک نفر تو را میگیره میشنه میگه تو باش من فال تو رو ببینم، اوه دیده تو فال تو کس، یعنی خانه تو دیگه تو این 3 مواد ازدواج میکنی، 4 تا زن میگیری. این حالی 4 تا زن تو از کجا میگیری؟ اینا چی میکنه؟ یه از غیب میگه. تو 16 تا بچه پیدا میکنی، 10 تا دختر پیدا میکنی. این حالی فالبین که هسته این خودش در شرک اکبر داخل میشه. به خاطر چی؟ به خاطر شرک در صفات میگن. و اگر تو باز به گپ از او قناعت میکنی که راز گفت، فالبین تصدیق میکنی، این حال اینجا تو در شرک اکبر مبتلا شدی، از دین اسلام خارج میشی. چرا؟ صفت الله که عالم الغیب است برای کی داده شد؟ برای فالبین داده شد. این حال شرک یکی در ذات شد، دومش در صفات شد. بعض شرک در عبادت میشه. قسم سومش عبادت چی است؟ که مثلا ما را الله متعال گفته که شما سجده برای الله بکنین. یا کسی میخواد برای مخلوق سجده میکنه، سر خدا زیر پای ازی میمانه، یا برای مخلوق رکوع میکنه. همین کافرها که از بسیاری وقتا به خاطر مسلمانان را در شرک اکبر داخل کنه، در منطقش یک مسلمان بره میگه پیش مجسمه ازی برو سر تخم کو، بازو میره پیش مجسمه لنین یا پیش مجسمه مارکس یا پیش مجسمه یگانتا. حتی بسیاری سپورتمن‌ها کافر میشن، میرن کراته که میکنه باز پیش از مجسمه همون کسی که کراته را اختراع کرده پیش از او سر خود خم میکنه، احترام میکنه. اینا نمی شرک اکبر است. شرک اکبر چی است؟ که یک عبادت به مخلوق بکنی، نظر برای مخلوق بکنی، عبادت سجده و رکوع برای مخلوق بکنیم. این شرک در عبادت است. دیگه چهارم شرک در اطاعت است. مثلا یکی شریعت الله هست، یکی قانون ساخت انسان است. این حال اگر کسی قانون مخلوق را که ضد شریعت الله است تطبیق میکنه، این هم در شرک اکبر داخل میشه. چرا که ما شما کلمه میخوانیم، در کلمه ما با الله تعهد کردیم که لا اله نیست هیچ کس مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش اطاعت شود بغیر از الله. این حال اگر یک کسی قانونی که ضد شریعت الله هست او رو تطبیق میکنه و قبول میکنه، این هم شرک در چی میشه؟ در اطاعت میشه، شرک در شریعت میشه. دیگه شرک در افعال است. مثلا افعال الله که از خلق کننده الله هست، این فعل الله هست، خلق کردن. کی دختر میته الله میته، کی بچه میته الله میته. یک کسی میره پیش یک فالبین که تو برای ما یک تعویض بده که برای ما بچه بده، این برش میگه برو ما برات یک عریضه امضا میکنم ما برات بچه میتم. این حال بچه خود دادن نمیتونه. این حال خلق کننده کی است؟ الله هست. یک نفر پیش یک مخلوق میره، مثل که بت پرستا پیش بت میرن که بگوان برای ما بچه بده یا دختر بده، این حال خود دادن نمیتونه. این حالی چی است؟ این شرک اکبر است. یا در ذات میشه یا در صفات میشه یا در عبادت میشه یا در اطاعت میشه. بله. ولی همون نفری هم که تعویض بسته میکنه، مثلا در ذهنش هست که اینمی تعویض ما بسته میکنم تا 1 سال ما چی میشم، یعنی اینمی بچه میتبم تا 1 سال ما صاحب اولاد میشم. این حال دو تعویض مثلا نام کی رو نوشته میکنه، نام بوتار نوشته میکنه، یگان تعویضا رو واس که نوشته از کرکبیل و خطک است و جرجبیل و نام شیطان تو رو نوشته میکنه. این حال شیطان میتونه برکز بچه و دختر بده. این حال نمی خودش انسان در شرک مبتلا میکنه. و شرک اصغر باز چی است؟ شرک اصغری است که مثلا آدم از دین نمیکشه، لکن
برای شرک استعمال شده به خاطر از اینکه بسیار خطرناک است. مثل یک نفر قسم میخوره میگه به سرت قسم است. این به سرت قسم خوردن که چی است؟ این شرک اصغر است. یا کسی ریاکاری میکنه، مثلا گوسفند برای قربانی میخره، خب یک ذره برای مردم خودم میسازه که خوب چاق بگیری مردم باز چی کنه، مردم بگه که نه والا، یا یگان تا خیرات میکنه میگه والا باش که مردم بگه که اوه چقدر عبدالزادایم بخیزن بگن که چقدر پیسه داره، چقدر به پدر خود خیرات کرد چی کرد. این حال شرک اصغر که اون معامل ازیره، مثلا 30,000 روپیه مصرف کردی لکن ریاکاری کردی، این شرک اصغر شد، همین ثوابش از بین میره، اما از دایره دین خارج نمیشه. در شرک اکبر است اگر کسی در اون نامای مخلوقات باشه. چرا تعویض کس سکن در وقت رسول الله صلی تعویض زبانی بود. مثلا رسول الله صلی الله علیه و خودشان به الله پناه میبرد، حسن و حسین هم به الله پناه میداد. متوجه هستین؟ اما اگر در کاغذ نوشته میکنه، در اینجا به غیر از نام الله نام مخلوق را نوشته میکنه، این پناه به کی میده؟ مخلوق میده و پناه بردن به مخلوقی در شرک اکبر داخل میشه. و قسم خوردن هم در شرک اصغر است. اگر کس به غیر الله قسم میخوره یا هم در شرک اصغر است، از دین این خارج نمیکنه.